آیا باور میکنی که همین انگور را ما امسال پیوند کرده باشیم و اینقدر رشد کرده باشه؟ چگونه پیوند کردیم و چی کارهایی را باید بکنیم که از این محافظت کنیم؟ تمام موارد چه قسم پیوند میشه و کدام مواردی برای محافظت انجام میشه دقیق ببینید. تمام موارد را برای شما آموزش میدم. سلام دوست خوبم، من مطمئن هستم که یا زمین داری یا قصد خریدنش را داری، ولی پیش از اینکه کشاورزی و باغداری و نهال کاری را شروع کنی باید مطمئن باشی که در رابطه با پیوند، پرورش، کاشت و برداشت و همچنین حتی فروش محصولات زراعتی ماهر هستی تا اینکه کار را اقدام کردی محصولات شما و سود شما چند برابر شود. پس پیش از اینکه از یادت بره همین حالا کانال های آزاد را سابسکرایب کن تا اینکه در تمام این موارد همراهت کمک کنم. حالا بریم سراغ موضوع امروز ما. دوستای خوب من، ما این انگور رو اول بهار پیوند کردیم و حدوداً 3.5 ماه از زمان پیوند این میگذره و با وجودی که ما پیوند کردیم و در این قسمت میبینین محل پیوند هست و قشنگ رشد کرده، ولی پیوند ما خیلی ضعیف است. برگ ها سوخته و میبینین که در حالت از بین رفتن هست. ما پیش از اینکه روش پیوند کردن را به شما آموزش بدیم، چون ما قبلا این را در ویدیوی قبلا گذشته آموزش دادیم و کوشش میکنیم که اگر زمان یاری کرد او را هم برای شما تشریح کنیم. فعلا زمان مراقبت ای هست و محضی که به این حالت میشه باید کدام کار را انجام بدیم. 5 کار بسیار مهم و اساسی هست که شما به محضی که هر درختی را که پیوند کردین اینا را باید انجام بدیم. مهمترین بخش میرین سراغ بخش محل پیوند. محل پیوند را میایین چک میکنین. محل پیوند را میایین چک میکنین. پلاستیک را که شما در اونجا بستین یا شل میکنین یا باز میکنین. شما ببینین که این پلاستیک را که ما قبلا بسته کردیم حدوداً 3 ماه کمتر زیادتر میشه گذشته. بیاین ببینیم که این محل پیوند چگونه هست. خب حالا این ما پیوند نکرده باشیم که شما را حالا این نشان بدم، ببینیم که واقعیت گپ چقدر هست. خب در اینجا ما این را باز میکنیم. خب اینجا رو باز میکنیم ببینیم که پیوند اصلی کدام هست. یعنی مهمترین بخش در مراقبت پیوند این هست که شما این رو باید باز کنید. ببینید زمانی که پیوند رشد کرده در اینجا پلاستیک زیاد سخت و سفت بوده، پیوند در قسمت بالا جوش خورده و پلاستیک نمانده که پیوند دبل و کلوفت شود و این حالت آماس کرده. پس ما این پیوند را ای کاش زودتر این را باز میکردیم و این درخت را از این مخمسه نجات میدادیم. حالا هم وقت زیاد دیر نشده و ما شما میبینیم که این درخت چقدر قشنگ در اینجا جوش خورده و در اینجا چسبیده و ما ببینیم که قسمت نوک را به خاطر از این پشت کردیم که از اینجا هوا تبخیر نکنه و بسیار عالی حالا رشد کرده و ما کوشش میکنیم که همه ای پلاستیک را بسیار عالی باز کنیم و باز کردن این را باید خیلی زیاد احتیاط کنین تا اینکه اصل پیوند شما آسیب نبینه. پیش از اینکه ما این را باز کنیم ما چیکار میکنیم که همین شاخه‌ای که قبلا ما در روی اون پیوند کرده بودیم و این حالت هست، همین شاخه خشک را فعلا دیگه حذف کنیم، دیگه ضرورت نیست، به خاطر که این محل پیوند ما به راحتی میتونه این را کور کنه و چقدر عالی جوش خورده. شما بیاین ببینین پشت سرش را من دور بتونم و از این قسمت ببینین که ما اگر این پلاستیک را زودتر باز میکردیم این حالت گاودی به وجود نمی آمد. پس پلاستیک را کوشش بکنیم که زودتر باز شود. و حالا ما گذشته از همه چیز پیش از اینکه ما این پلاستیک را باز کنیم و این شاخه را قطع کنیم، کاری که خیلی خیلی مهم هست بعد از باز کردن این پلاستیک قیم هست یا یک تکیه‌گاه هست. تکیه‌گاهی را که استفاده میکنین باید به این حالت یک چوبی باشه که در کنار میزنیم، چون احتمال زیاد داره که باد بیای این پیوندک رو بشکنانه. ما این قطع میکنیم، پلاستیکش رو باز میکنیم، بادم بیای به راحتی از اینجا بشکنانه و درخت ما به رحمت خدا بره. پس پیش از اینکه ما این کارا رو انجام بدیم در اینجا یک قیمی استفاده میکنیم به این حالت، یک چوبی که درخت ما به این اتکا پیدا کنه و نگه داشته شود. پیش از اینکه ما این چوب را در اینجا بلگانیم باید یک سوراخی در اینجا ایجاد کنیم با این آهن که به صورت کامل چوب بتونه در داخل ازی فرو بره. خب به این حالت
و حالا ما این چوب رو در داخل از این قسمتی که هست فرو میبریم. خب یک مقدار ممکن زور ضرورت داشته باشه. خب ما از چوب پشیمون شدیم و این یک لوله آهن بسیار قوی هست. ما این را در اینجا قرار دادیم و ساحه‌ای که در اینجا هست را هم محکم میکنیم که زیاد تکان نخوره. خاک ها رو دوباره اطرافش میریزیم و این حالت محکم میکنیم که این تکیه‌گاهی که ما انتخاب کردیم زیاد تکان نخوره، آسیب پذیری درخت ما را زیاد نکنه. خب ما حالا در اینجا از تار استفاده میکنیم برای که ببندیم اینا را. خب حالا ما قیم را در اینجا استفاده کردیم، یک پلاستیک را باز کردیم. کاری که خیلی خیلی زیاد مهم هست ما اونا را انجام بدیم، شاخه های پایین از پیوند هست. هر شاخه‌ای که پایین از پیوند هست را باید قطع کنیم که این شاخه ها دیگه تمام مواد غذایی را جذب میکنه، ضایع میکنه. دیگه شاخه های مزاحم را پایین از پیوند باید قطع کنیم. و حالا هم قیچی ما هم شکر خدا پیر شده و نیازمند تبدیل هست. باید قیچی جدید بگیریم. قیچی های امروزی در کل به درد نخور هست. ما هزار تعریفی رو گرفتیم و حالا هم بدل بر شد. در اینجا هم ما پیوند کرده بودیم دوستای عزیز، ولی این سبز نشد و خشک شد. فقط همین از دو تا پیوند یکشان گرفتن. خب ما از این قسمت این را هم قطع میکنیم. خب حالا درخت ما بسیار سبوک شد. مواد غذایی که هرچند در اینجا مصرف میشد همه حالا میاد در شاخه مرکزی. و حالا چیزی که برای ما خیلی خیلی زیاد مهم هست این است که این را باید بسیار با آهستگی باز کنیم تا اینکه به پیوندک آسیب رسانده نشود. این زمان پیوند کردن پلاستیک را باید خیلی محکمتر بسته شود که هوا نروه. و زمانی که خیلی محکم بسته میکنی هم به این مشکل گرفتار میشی که چگونه ای را باید باز کنی. خب حالا به این حالت حالا زمانی رسیده که ما باید همین شاخه اضافی که در اینجا وجود داره را قطع کنیم که دیگه ما به این ضرورت نداریم، ولی باز هم باید خیلی خیلی احتیاط شود که ضربه نبینه. خب حالا محل پیوند ما بسیار بسیار حساس شده دوستای عزیز. باید خیلی خیلی مراقب از این ساحه باشیم که درخت ما آسیب نبینه. حالا که به یک درخت کامل تبدیل شده باید احتیاط شود. خب حالا ما این کار کردیم. در اینجا چیزی که خیلی مهم هست، اول باید این ساحه را محکم کنیم. در اینجا باید خیلی خیلی متوجه باشیم که درخت ما، گیاه ما از قسمت پایین محکم شده. از قسمت پایین در اینجا اول ما را به این حالت میبندیم. حالا دوستای عزیز پیوند ما نه محافظ داره در قسمت بالا و نه کدام چیزی خاصی داره. ما باید حالا خیلی خیلی مراقب از این پیوند باشیم که پیوند کردن انگور شما در جریان هستین خیلی خیلی جنجال داره. زمانی که شما تمامی جنجال ها را سپری میکنین به این حالت که میرسد دیگه باید منظم محافظت شود. محافظت خیلی دقیق شود که دیگه با مشکل گرفتار نشه. خب حالا ما به این حالت تاری که در اینجا وجود داره قطع کردیم و حالا هم این را بسته میکنیم که دیگه از قسمت پایین دیگه تکانی وجود نداشته باشه. خب حالا یم از این. حالا یک چیزی که خیلی مهم است دوستای عزیز شما باید در نظر بگیرین قسمت محل خود پیوند هست که ما دوباره این را کوشش میکنیم که یک مقدار پلاستیک بگیریم که در این کاملا سبک شود. ولی پیش از او چی کار میکنیم؟ پیش از او کار میکنیم که شاخه های اضافی ای را کم میکنیم. به خاطری که ما این را باز کردیم ممکن آسیب دیده باشه. باز هم نیاز به
کم کردن شاخه‌های اضافه داره. ببینید این شاخه‌های خشک و مریض و ضعیف اینا به درد ما نمیخوره. پس اینا هر چی سریعتر باید یک مقدارشون قطع شوه. ببینین این وزن سنگینی بود که درخت ما رو فشار میداد. خب ما رو قطع کردیم و یک تعداد برگ های زرد و به درد نخور اونایی که در اینجا وجود داره، ببینین اینا رو هم قطع میکنیم تا اینکه رشد جدیدی به درخت ما بیاید. پس همین قدر شاخه‌ای که فعلا وجود داره کفایت میکنه و ما تنها کاری که میکنیم این هست که همین محل پیوندکی که در اینجا وجود داره دوباره ایره ما بسته کنیم، به خاطر از اینکه از این دوباره شدید محافظت شوه، نشوه خدای نکرده باد بیاید و دوباره از این محل یک درز ایجاد شوه، یک شکستگی ایجاد شوه، دوباره تمام مشکلات ما را چند برابر میکنه، زحمت های ما هدر میره. پس ارزش او را نداره که ایر ما همون رقم خالی بمانیم و از این محافظت درست نشوه. پس ما ایر دوباره پلاستیک را بسته کردیم. حالا شما در ذهن خود حتما تصور میکنین که چه فرق کرد، شما پلاستیک را باز کردین دوباره بسته کردین. فرق میکنه دوست خوب من. اول پلاستیک در داخل فرو رفته بود، حالا ما پلاستیک را باز کردیم، شل کردیم و دوباره شاخه را قطع کردیم و دوباره این را محکم کردیم و حالا هم یک بست نهایی را که ما انجام میدیم برای خود شاخه هست که این را زیاد باد و باران تکان نده. فقط یک بسته نهایی را ما در این قسمت انجام میدیم که به صورت کامل درخت ما در امان باشه. خب این را هم باید باز کنم. یک بسته آخر قسمتی از این تار هسته که اصلا نیاز نیست که این همه تار ما اینجا بسته کنم. بهتر است که همین تاری که در اینجا هست باز کنم، یک بخش کوچیکی را من اینجا بسته کنم. حالا شد 3 تار، یک دانش من اینجا بسته میکنم، متوقع ضرورت شد بسته میکنم، نشد نه. خب عزیزای دل، پیوند انگور نسبت به پیوند دیگر درخت‌ها کاملا متفاوت است. پس این درخت را ما پیوند را برای محافظت این کارا را انجام دادیم. اگر شما هم این کارا را انجام ندین حتما با مشکل گرفتار میشین. خب کار اول باز کردن پلاستیک، کار دوم پاک کردن شاخه های پایین درخت و کار سوم هم گذاشتن قیم و بسته کردن و کار چهارم هم کم کردن خود شاخه پیوندک و کار پنجم هم تغذیه درخت است. دوستای عزیز، شما باید اطراف درخت را در قسمت اول یک شخم سطحی بزنین. البته زیاد شخم زدن ضرورت نداره چون ریشه های انگور خیلی در سطح خاک میآید. خب حالا در این مرحله تغذیه هست. ما چگونه این درخت خود را تغذیه کنیم که بسیار سریع و پرقدرت هم رشد کنه و هم این پیوندک کاملا به یک درخت کامل تبدیل شود. روش تغذیه خیلی آسان است دوستای عزیز. ما در اینجا یک مقدار کوکوپیت داریم، قرار است یک مقدار کوکوپیت نیست دوستای عزیز، ورمی کمپوست است. در اینجا ورمی کمپوست است استفاده میکنیم و همچنان کد 320 استفاده میکنیم. کد 320 به خاطر از این هست که به محض استفاده میکنیم خیلی سریع جذب میشه و کد ورمی کمپوست باعث میشه که آهسته آهسته جذب شود و مورد استفاده قرار بگیره و زمانی که ما میکشیم ورمی کمپوست به این حالت است دوستای عزیز، یعنی کرم هایی هست که اینا در زمین که برسه آزاد میشه. پس ما از اینا استفاده میکنیم، چندین قاشق از اینا استفاده میکنیم که اطراف درخت ما بیاید زمین را اصلاح کنه، از او کرم هایی که کرم های خاکی هست آزاد شود، در اطراف مواد غذایی را تجزیه کنه و درخت ما بسیار قوی و پرقدرت در آینده رشد کنه. خب این بیلچگک ما بسیار خورد است، قاشق است دوستای عزیز، ما از این استفاده میکنیم و این مواد را که ما استفاده میکنیم در اینجا ورمی کمپوست یا همون کرم خاکی هست که شما در اطراف و زمین های خود میبینین و بسیار بسیار یک چیزی خوب هست. درخت ما مواد غذایی جذب میکنه و آهسته آهسته آزاد میشه و کرم ها هم آزاد میشه. و پیش از اینکه ما این کد 320 رو استفاده کنیم یک مقدار از کوکوپیت هم استفاده میکنیم. کوکوپیت یک نوع از خاک هست که درخت ما را مواد غذایی و آب را جذب میکنه اطراف ریشه و در اینجا نمیمانه که خیلی سریع آب تبخیر شود و ریشه درخت ما سر حال میمانه. خب یک مقدار شخم سطحی میزنیم، زیاد
ضرورت نیست. باز هم گفتم که ریشه های انگور خیلی بالا هست. خب حالا زمانی هست که ما یک چیزی دیگر هم استفاده کنیم، یک چیزی به نام تخم مرغ. پوست تخم مرغ شما حتما این دیدین و ما از این استفاده میکنیم که باش دستکش را به دستای خود کنم که این بتونم خوب قشنگ نرم کنم. و ما چرا پوست تخم مرغ استفاده میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما به عنوان ملچ استفاده میکنیم. در روی سطح خاک باشه، خاک را گرم نیاره و روی خاک را سفید نگه داره، هرچی که نور آفتاب میاد انعکاس کنه. و خوبی دیگهش هیدن گودنس، یعنی خوبی که قایم هست این هست که زمانی که من این پوست تخم مرغ را به این حالت نرم میکنم و در اطراف میریزم، این نور آفتاب را پس برعکس هدایت میکنه که هیچ در ترکیب خود کلسیم داره. کلسیم باعث میشه که درخت ما، پیوندک ما در مقابل آفات و امراض مقاوم شود. خب پوستای تخم مرغ را که ارسال میکنیم در اطراف، اینا آهسته آهسته کلسیم را آزاد میکنه. البته خیلی سریع نه، بعد از ماه‌ها اینا آزاد میشه، ولی باز هم عمو مقداری که آزاد میشه زمانی که مثلا ما آبیاری میکنیم یک مقدار شم و شیره اینا خطا میخوره و میره طرف پایین، اونا باعث میشه که ریشه درخت ما قوی و قدرتمند. خب حالا زمان استفاده از این کد 320 است. چی مقدار باید استفاده کنیم؟ داخل این گلاس استفاده میکنم دوستای عزیز، حل میکنم. شما قشنگ ببینید این پیمانه هست، قاشق هست که من در این دسته جور کردم. زیاد من استفاده نمیکنم دوستای عزیز، پیوندک شاخه کم هست، به این اندازه استفاده میکنم، بیخی کفایت میکنه. ببینید چقدر کم از دوستای عزیز. و این ما داخل از این میریزم و آب را علاوه میکنم و ببینید که چقدر سریع این داخل از این حل میشه. به همین راحتی یک مقدار شور میتونم به این حالت که به صورت کامل حل شود و یک گلاس آب بسیار پاک و عالی برای این درخت من میتونم دیگه کفایت میکنه. چون قبلا دیشب بارندگی فول کرده، آب به اندازه کافی وجود داره و فعلا فقط ضرورت این هست که برای این درخت من کد بتونم ریشه های سطحی این کد را جذب کنه و بسیار عالی و قشنگ رشد کنه. پس دیگه ضرورت نیست که من این بسیار زیاد آب بتونم. همین کدی که برش دادم جذب میکنه، کفایت میکنه و این پیوندگی که ما در اینجا اجرا کردیم این هم سیف هست، هیچ مشکلی برش پیش نمیآید و هفته های آینده ما برای شما نشان میدیم که چقدر رشد میکنه، چقدر عالی قشنگ سرسبز میشه. و حالا هم البته دوستای عزیز در رابطه با روش پیوند، چون ویدیو بسیار زیاد طولانی شده، من کوشش میکنم که او ویدیوی پیوند در کانال باغبان آزاد پخش شده. اول بهار همون زمانی که پیوند شد پخش شده و وجود داره و کسایی که شما این ویدیو را از طریق پیوند آزاد میبینین که مخصوص پیوند هست و اگر شما اولین بار است که این ویدیو را سر خوردین و میبینین، حتما بنویسین که شما از فیسبوک آمدین این ویدیو را دیدین، از گوگل آمدین این ویدیو را دیدین، یا از خود یوتیوب برای شما پیشکش شده را دیدین، یا از واتساپ آمدین، یا از تلگرام، از اینستاگرام، از هر گوشه آمدین. در زیر بنویسین که از کدام طریق این ویدیو برای شما معرفی شده. ما کوشش میکنیم در همین کانالی که شما میبینین همه در مورد پیوند و آموزش پیوندکاری و اصلاح درختان به شما آموزش داده شود. اگر در این بخش علاقه‌مند هستین پس حتما کانال را سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم فعال کنین و ویدیو را هم لایک کنین تا اینکه همیشه ویدیوهای ساخته میشه همراهشون به اشتراک گذاشته شود. و در ضمن روش پیوندی باید بیشتر شرح داده شود، چون فعلا زمان محافظت بود. من رازهای محافظت را همراه شما به اشتراک گذاشتم که اینا خیلی مهم هست، نه تنها برای درخت انگور، برای هر نوع درختی دیگری. پس اون ویدیوی پیوند را من دوباره کوشش میکنم باز نشر کنم در کانال پیوند آزاد. و اگر شما عجله دارین من کوشش میکنم روش پیوند را در توضیحات ویدیو بمانم، لینک او را در اونجا شما ببینید. اگر شما عجله نداشتین در همین کانال من پخش میکنم و شما هم میتونید به راحتی روش پیوند او را آموزش ببینید. و در ضمن قرار است که برای شما آموزش بدم چند روز بعد که پیوند در فصل تابستان برای انگور چگونه انجام میشه. در همین فصلی که قرار داریم چگونه پیوند کنیم تا اینکه موفقیت آمیز بتونه سبز و شاداب شود. او را هم قرار است در روزهای بعدی پخش کنم، پس منتظر باشید. هی دوست خوب من، بدون از اینکه شما پیوند، کاشت و پرورش و حتی فروش محصولات رو یاد داشته باشین، تمام زحمات شما اصلا نتیجه نمیده و ضرر میکنین. پس همین حالا کانال های آزاد را سابسکرایب کن تا در تمام موارد همراهت کمک کنم تا بتوانیم میوه های زیاد و با کیفیت برداشت کنیم و از اون سود میلیونی کنیم.